حالت فرزندتون به نهایت لازمی صبر کنید همش نرم می شود. خدا خدمت. زنده باش یکا باور که خیلی گشتیم سیر گشت کردیم موشین چت قط یکا گپ نیست. هزار رحمت کلون اکا سلام نکردم. تو کثافت چند بار گفتم که ای بری پسری من دور شو. کثافتی تو رسید پسری من به صدمه دوچار شد. پای قد مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی، نوار بردار شهزاد جبارов. رجبعلی جان اکا این چیتا باگاش تا که اکا پاکت ما بگیرم بیا. اوی که اکا باگاش تا رجبعلی جان انا گوش کرد چی خدمتشید همه هی بگو تمام همه از زن خطی خدا خدمت. زنده باش اکا باور که خیلی گشتیم سیر گشت کردیم موشین چت قط یکا گپ نیست. هزار رحمت کلون اکا در خدمتیم. گپ نیست. خونه بیا اکا مالی گپ نیست. این همی 10 بار میگم اومدن اوسو باندن با همه خمی باندن. و چه اکا داره سلام علیکم. و علیکم السلام. چوکه خلا نست اینو نیست خلا را بینش نمیده. ها چه؟ تینجی آزاد بجو؟ خوکا تینجی های افزای من تو بجو کردی. خونه درو گپ میزنی. ای توبه کردم. تینجی و چه؟ بشینی؟ خوکا تینجی های همه فشاری مرا تو بلند میکنی فهمیدی؟ این همی تو بلند میکنی. او برای چی؟ خواهران مادران و پجانکای ما تلفن دستی شما فقط برای ویدیو تماشا کنی و فقط برای زنگ زدن است. توصیه هم تلفن موبیلیتون میتونن در خونه بشینین از خونه نبروین کار فعالیت خودتون بیزنس خودتون در خونه نشسته پیش برده کودکا را نگاه کرده با هر ماه 3000 تا 15000 سومون معاش بگیریم. برای با کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، زبان‌های خارجی را دانستن لازم نیست، یگان کس التماس نمیکنین، یگان کس پول نمیتین. دانشجو دخترکا 100% میتونن کار کنن. اپایی که در کارخانه‌های دولتی یا کارخانه‌های شخصی کار میکنن شما را هم 100% میتونن کار کنن. برای با کار قبول شدن شما چیکار میکنین؟ یگان کس التماس نمیکنین، یگان کس پول نمیتین، فقط دایرکتری شرکت فابریک اپای شبنم جان ایمد اینجا واتساپش موندگی اینو میدو دارکتون رجبعلی ابرانی حاضر رکک مراجعت میکنین. اپای ما تمام نازکی‌های کار نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونه. اینمی نال با دایرکتری هر یک شما را برده میرسونه. برای همین حاضر رکک بنویسین در شرکت فابریک کار کردن چی خوبیا داره. 21 روز پس شما معاش میگیرین. غیر معاشای میگرفتگیتون هر ماه از شرکت توفه قبول میکنین. این چون این وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت کار میکنین دایرکتری شرکت میشین در این حالت 20000 سومونی از جانب شرکت توفه میگیرین. این چون این باید چاله تیلای دیگه از جانب اپای شبنم جان حرکت کنین کار آغاز کنین. دوستان عزیز در خونه پروست تگ نشینین. همین یک تلفن قطع اپای من خیاطتون میته که هر ماه معاشای بهترین قبول میکنین. همه فشاری مرا تو بلند میکنی فهمیدی؟ این همی تو بلند میکنی. او برای چی؟ تو آدم نیفتی. تو آدم نیفتی یک خورپوشته که به شاخکتی جورگی میکنی. تو یه بار احوالی باید بید، یه بار لباسای باید بید، یه بار دهانی گیزی باید بید. تو یک کسی که ای بچه جورگی که صاحبی ماشین باشه، صاحبی وظیفه باشه، صاحبی خونه و در کار و بار باشه تو احوالی باید بید. دلم قریب کفیده خیر است که همسایه ها ندیدن. اگر همسایه ها میدیدن قیامت قایل میشه. هم آدمان میبخشی مرا؟ هم آدمان عیادت برآمده ما هم رنگ همیو کمبغل بدیم نادار بدیم اگه دو پول یافتیم اگه با اون کمبغل اگه با خشید که اوچا جون میبخشی مرا من قطعی همین جوره بدم ها ای وقتش یک جای یک میدانون در خونه ما میخوردیم با یک میدان نون گره در خونه ما میخوردیم اگه امروز باید اگه ما خیلی کورنمکی میشه اوچا ممکن نیست یک استغفرالله یا خدا بگو یا شکر بگو. یا آدمان نه که از طبقه ما نیستن یا ادیگه طبقه ما ادیگه طبقه
یک بار دیگه بچه قطعی هوای جورگی تا میبینم قطعی همین خورپوشتکی بشاخ خفه میکنم فشاری مرا تو دویم بلند میکنی چه ناشکری نکن آدم باید گذشته چه فراموش نکنه فشار ما تو بلند کردی ای دستای تو همه فشار آدم ما بلند آخی شده تو دین روزه آب چشم در پره رود یا میدانو نمیفتی کودک تبتی که با امروز اکت گبزن شده شما کلین کجا رفته باشه؟ کلین؟ کجا رفته باشه این نبیره هایم نمیتوان؟ بچه جان؟ ای بیا بچه اینقدر کلین فریاد کردم نیستن نبیره هایم نیستن کجا رفتن؟ همین دوی ما خونه تاقه همین من و همین خونه کجا رفته باشم؟ بیا بچه جان ساز تیج کن سازی بچه جان جانم سازی سلامتی خوبه رحمت زنده باشه بچه جان انا یک فکر قطعی اومدم کی است که سفرالی شاگرد میکو همون هر روز همین خارجه میرم همون یک بچه تواش در انگلیه بوده در کجا بوده هم کلینیک میشونن چیکار میکنن نمیدونم همون سخت گرفته که من بخیزم برم من میگم ای بچه همینجا در همین افتیزی همه روز خیلی تا خیلی با ماش تا بلند میکنم نیدم من میرم خیلی که دیگه میرم اون را خفیده نمیشه و من افت بیا یک مسئولیت کنم چه جون که هم ما اون مور موندگی که هیچ کنیست که صحیبی کنه خیلی با ما هم ایسوس میگردم نمیشه آخی همین رجب علی بچه همسایه همین را فکر کردم که یگانه آدمی که کم ترک خیلی بچه با ناموس و با مسئولیت و بچه توزای همین را گیریم با خیلی کمقل باید زندگیش همین و خیلی همون بورکشی و عروبه کشی و همین چیز خوبتر نیسته کار کنه رسیدیش همین هم اوچهش کشتن هم خودش کشتن باید دوای دولت میشه و بچه جون همین را خودت چی میگوی چه؟ تو بچه مرا احمق داری؟ ما توی دینا بگاه نصیحت کردم که ای پوچکنده ای کسافتی بکار خودتا دور کو تو با امروز ویا میگیری وظیفه میتی برات کارخونه میبری تو مرا شرمنده کردن میخوایی در همون کارخونه کم ترک آبرو داریم همون آبرومون تمام کردنی تو چیکار کرده بیچاره همین دگجو کسافتی هم را دیدی دگجو بی‌رحمیش دیدی دگجو بی‌ناموسیش دیدی و چه جون دگجو دیدی همون بیچاره خیلی خدمت کمبغل کرده همین قرض خریدی داشته بعد چیکار کرده ما هم کم بغل بودیم ما هم نادار بودیم اکی امروز در تای پا ماشین اکی یک خونه کم ترک اکی توزه و آزاده کشید بعد دیگه باید فکرمون سیخ بگیریم این کسافت که نمیبود سطیلی خالی نمیگشت ما تیا میگم که قطعی جمشید و مهربان و خورشید جورگی کن دفع که اینا فهمیدی اینمی سطیلی خالیش این کسافت بسای دهنی گیزش بسای تا افتی لباسای ویا بی ای بچه روشتا و سرگیر که ای همون کار بکار میشی فهمیدی یک بار دیگه آگاه میگم که دفع میکنم تا جای کار یک بار دیگه نامی همی کسافتی کسرت هم میبینی دفع میشه ای کار خونه فهمیدی ای جای دیگه آدمی ساق میاموخی ما دیگه آدم ندارم این همین بشان همون نشام ما دیگه آدم ندارم پوین میزنه که قطیش یگاه مسئولیت کردن نمیشه با میگن که خیلی که همه ای گلکویم قاق شدن رفتنی خنک زد چیکو کرد ای گلوی همه
این تلفن‌ها مدام بیکار میکنه. یک دم نمیمونه یا کار تکنی. الو. سلام علیکم اپاجون. و علیکم السلام. شما مادری دلیر؟ بله مادری دلیر. اپاجون خیلی خواهر نشد. همه بچه‌تون کم ترک مزاج گرفتگی هم بیمارخانه دای. کدوم بیمارخانه ده؟ چه خیلی مزاج گرفتگی؟ نه بخیر مادر جان، شما یگان خواهر نشین. فقط شما با هم بیمارخانه استقلال ببین. هم کم ترک فشارش بالانس دیگه ان شاء الله بخیر خواهر نشین. شما تستر ببین. شما کی میشه؟ ما دکترم اینجا. با سوزه که بچه‌م؟ سوزه ان شاء الله سوزه. خب فشار نداشت کو؟ خیلی کم خیلی شده. بیاین تستر. کدوم بالانس گفتین؟ بیمارخانه استقلال. کلی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. مادر جان چی گفت اینجا؟ دکتر نورخانوف دلشاد شمایی؟ بله من مادر جان بله. پسری من در چه حالت باشه؟ ما مادری نورخان دلیر نورخانوف حالت فرزندتون به نهایت رسمی صبر کنید همش نرم می شود. چی باید کرد دکتر؟ باید آماده جراحی تاجیلی بزنن در کار. همش نرم می شود مادر جان. رفته در اتاق کاری گپ میزنیم. بایلش دکتر جان. حالتی بیمار پسرتون به نهایت وزمین است. صدمه پیوسته گرفتگی، صدمه مفرطی گرفتگی در نتیجه صدمه واسه پوشیده که استخوان معاینه سر، لطی معاینه سر گرفتگی، شکست‌های استخوان‌ها، پوچه دست، خوب استخوان ساق، چنبر کوس، خوب زخم‌های به نهایت زیاد برداشته شده است. در نتیجه آسیب به نهایت خون تلفات کرده است. مادر جان ما چیزی که دست ما میکنیم به عمل جراحی تیار میکنیم بیمار رو و بیمار کمی خون لازم است. خونی بروی چهارم به نهایت قنیاب است. اگر میتونه در خشت برو میتونن از یار دوستاش میتونه رفیقاش یگان خون سپرن به مرکز علمی خون در نتیجه به ما خون تقدیم میکنن. ما به بیمار خون چکونده و عمل جراحی میگذاریم. دکتر جان یا دو خشته برو شناسو یارو رفیقا هستن زنگ بزن دکتر نخواه کمی خونی پسری من یافت نشه. خدا جان کنیه با جوروش زنگ زنم. علی جان بود، جمشید بود. الو علی جان. السلام علیکم. و علیکم سلام. علی جان جانم شوی دلیل جان صدمه کرده وضعیتش بیزیبه بچم خون در کوره گروهی خونش 4 بوده خونی کمیاب یا نمیبیه بچم کنی یکی بینیم خونی تو تغری میگیره در جورت فهمیدم خلا گپ کناو خدا شفاش دیاو نه که راستی گپ یا بار کو پدر مادر ما پرسم اگه میدونین که ما به اجازه پدر مادر یا اون کار کردن نمیتونیم اما اگر پدر مادر ما پرسم اجازه تیا میام نه که نتیا نمیتونم راستی گپ همش نرم میشه همش خوب میشه. سلام علیکم. سلام دکتر. سلام علیکم.
خدای توفابونو انشالله زیر نشین. اکای دالیجون امیدوارم که صحت میشه خوب میشه. التماس که شما زیقی نکنید. ما تو کثافتی به پای قدم نگفتم که ایدم پسری من نگردم. تو کثافت چند بار گفتم که ای بری پسری من دور شد. کثافتی تو رسید پسری من به صدمه دوچار شد. پای قدم شومی تو بود پسری من به صدمه دوچار شد. کثافت کجایی که پاچت ماندی کثافتی تو به همونجا رسید. فهمیدی؟ تو حالت کثافت دمدمی پسری من میگردی. مادر عزیز شما در جستجوی خون بودین؟ دکتر جان وضعیت سلامتی بیمار چه خیلی برای میخوانم که مادر برادر میشه رفیق میشه. وضعیت بیمار دلیر جان بنیاد وزنین است. ما باید فوراً جراحی کنیم تعجیلاً و ما مقدار خون لازمه دادر جان. ما همه کوشش های رساندیم کوشش های اولیاری اولین درجه رساندیم اما خون هم چک کردیم اما تلفات خونش از 2.5 لیتر زیاد است. با میتونیم که خون چک کنیم. این چندم گروه خون باشه که کم یافته دکتر؟ 4 منفی بوده است. 4 منفی؟ بله. این خیلی باشد گروه خونی من 4 اومد دکتر جان. من میتونم من خون بسپارم. بله. خیلی باشه ما برای خون سپاریدن تیارم. چیکار کنیم حاضر؟ من به شما یک راحت میدیم رفته از تشخیص مرکز علمی خون میگذارید. خون گرفته تشخیص گذرونیده با شما مقدار خون در کار بوده رو من در اینجا قید میکنم با شما یافته میدیم. یعنی کی میشوه ها؟ میشوه چی نمیشه. سلامت باشین دکتر جان. اگه این خیلی باشه ما پای کار. تشکر زیاد. این راحت رو مینویسونم رفته گیرید. قبول. سلامت باشین دکتر جان. هزار رحمت. باور که من به حد خرسان شدم. من یکمین بار این رفیق حوزیق رو میبینم که برای رفیقش جانش رو فدا میکنه. سلامت باشین. زنده باشین. ما فوراً بیمار رو به جراحی میگذارونیم. خوب قبول. من میرم خون میسپارم. بله. خوب قبول. این یگانه رفیقش بود که به این خون داد. خون خودش رو داد. که خون این به فرزند شما بسیار موافق آمد. شما به این رفیقش خصومت نورزید. همش نقض می شود. اون برادر سبب شد که فرزند شما شفا بیاورد. زیغ نشوید. همش نقض می شود. احمد بچم مهم فرزند شما صحت سلامت شد. مهم فرزند شما شفا یابد. خدا جان زنده باشین. ما برای همین روزیم. رفیق برادر برای همین روزه. خدا جان. رجب علی ایبرانی